زباله احکام. وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ به علاوه 1. بله. بسم شیطان لعین خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنیم با یک برنامه دیگه زباله احکام. منقول است که دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون، که این منطبق با وضعیت دراماتیک عظما و مذاکراتی که الان نقل مجالسه. بله، این دنیا بازاری است که عده‌ای در آن سود میبرن، نفع میبرن و عده دیگر ضرر میکنن. ما هم در تمام زندگیمون در این بازار بزرگ و طولانی مدت که میگیم یک عمر است دیگه، به هر حال در این بازار هم باید خیلی مواظب باشیم که وقت ضرر نکنیم. عده افراد ضرر میکنن، اهل خسران هستن، مثل همین عظمای بینوا که قافیه و باخت و خلاصه نظام چی شد؟ بله، زهرمال شد و خلاصه این حق مسلم از کیسش پرید و به قول علما زرت ایشون چی شد؟ قمصور شد و حالا ما موندیم که ته ای 6 ماه چه خاکی به سرمون میشه. و امیدواریم جزو سودبران این بازار باشی انشاءالله. بیننده این نوشتن بله، خسته نباشید، شما هم خسته نباشید. نوشتن که آنچه که شما در برنامه میگویید فتوای یک مرجع تقلید به خصوصی است یا شامل همه مقلدین می شود؟ خب سوال خوبی هم هست. شاید ما قبلا اشاره کردیم به این مطلب. به هر حال چون برنامه یک برنامه عامی هست، مقلدین مراجع متعدد شاید این برنامه را ببینن که میبینن از پیامک ها و سوال ها معلومه. ما بنا را بر این داریم در مواردی که تفاوت فتوا وجود داره و به حدی است که قابل جمع نیست یا او مرجع همچین مرجع نباشه، یعنی معادل مرجع باشه، یعنی معادل هم نباشه، یعنی خلاصه قلابی باشه و یه شبه و از این چیزا، خب حکم دیگه ای داره. و مثل این موارد رو ما اشاره میکنیم. شاید بارها در این برنامه شما از ما شنیدید که میگیم در خصوص این مسئله شما باید با دفتر مرجع تقلیدتون تماس بگیرید. تفاوت فتوا وجود داره، تفاوت نظر هست، تفاوت نظر علمی و فقهی هست. مخصوصا الان هم که دیگه خویی جامعه زرم کار خودشو کرده و پشمی به عبای همون مرجع خارج کشورم نمونده. و بله، اختلاف که چه عرض کنم، بحث انحلال و ارتحال و اشتعال و چیا در کاره. لذا به طور خلاصه میگیم این برنامه سعیش بر این است که مسائل شرعی و پاسخ سوالات به گونه‌ای بیان بشود که برای تمام مخاطبان مفید باشد. حالا ممکنه موردی هم بوده باشد در گذشته که ما غفلت کردیم و صیدلی رو هم قاطی مراجع و به قول معروف قاطی آدم حساب کردیم. بله، خب اشتباه شده و مقصودمون اون مراجع معروف هستند که مقلدینی دارن. بیننده دیگری اینگونه نوشتن که همسر و خانواده شوهرم خیلی غیبت و مسخره میکنن دیگران را، من باید چکار کنم؟ خب شما حالا چه اونا باشن چه دیگران باشن، شما نباید غیبت بشنوید. پای حرف هایی که سخریه دیگران است، یعنی دیگران را مسخره میکنند، اونم نباید بشنوید. ولی گاهی وقتا ناچار دیگه، نمیشه، به هر حال اونجا هم سعی کنید گوش ندید، یا اگر میشه خلاصه مسیر سخن را منحرف کنید که مثلا نگن علی گدا و اکبر کوسه و یا به ریش بزی و ریش بنفش شیخ فری و اینا هر چیزی خواستن ببندن. شما سعی کنید جلوی این منکر رو، یعنی غیبت رو یا سخریه رو بگیرید. حالا اینم مشکلی است که بعضیا در زندگی دارن دیگه، میگن با کسانی رفت آمد داریم، نشست و برخاست داریم، قوم و خویش هستیم، تو مجلس تو جلسات میشینن پشت سر دیگران حرف میزنن، ما هم به ناچار باید بنشینیم گوش بدیم یا هم نوای اونها باشیم.
که خب این موارد کم هم نیست. تقریبا همه مردم کارشون همینه، از شب تا سحر تو مجالس خودشون نشستن، بالا تا پایین نظامو. بله، حالا قابل گفتنم خب نیست. خب در این قسمت بشنویم صدای یکی از بینندگان رو با سوالی که مطرح فرمودن. الو، سلام آجی، این جواب آخرت خیلی به ما چسبید. ما الان از یکی از همین محافل زنگ میزنیم. اینجا یه 70-80 نفری از جوانای محل نشستن و دیگه جای آبادی واسه نظام باقی نذاشتن. یکی میگه اکبر کوسه با شیخ فری خانوم رفتن دنبال خرید زیسمونی. یکی میگه علیگدا زهر و خورده ریششو میخواد قرض بده به ممجواد ظریف تا تو مذاکرات بعدی تمام ریش حق مسلم و بله بله متاسفانه میگن تماسمون قطع شد. خب دوست داشتیم باز سوالای شما را بشنویم و بخوانیم، ولی فرصتمون به پایان رسید. تا برنامه دیگه البته اگه زنده موندیم دوباره خدمت میرسیم. بله.